محکوم میکنند. ایالات متحده آمریکا حملات بامداد امروز طالبان را در شهر کابل به شدت محکوم میکند. ما با فامیل‌هایی که در این رویداد عزیزان خود را از دست دادند ابراز تسلیت می‌نماییم. این شگفتی آور نیست که طالبان دست به چنین حملات آنان خیلی مردمان منزوی و ناچار و زار افرادی که به چنین حملات دست میزنند نه نجات می‌یابند و نه پیروز می‌شوند. اما ما انتظار چنین حملات را به صورت دوامدار داریم. از سوی دیگر وزارت خارجه فرانسه با محکوم کردن این حملات اوضاع وخیم ارزیابی می‌کند. در همین حال دفتر سازمان کابل این در بخش‌های کابل محکوم کند و خواستار مجازات این رویداد شده است. همچو حملات ویژه در بخش پر از ازدحام صورت می‌گیرند و غیر نظامیان را آماج قرار می‌دهند، پیوسته موجب نگرانی می‌شود و عاملان این رویدادها باید پاسخگو باشند و هنگامی که بازداشت می‌شوند باید بر اساس قانون مجازات شوند. ما همکنون در فرودگاه شهر کابل قرار جایی که بامداد امروز شاهد حمله انتحاری و درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بود. اما اکنون این منطقه به حالت عادی برگشته است. شمار از باشندگان کابل این حمله طالبان را محکوم می‌کنند. ضعف کمزوری شانی بود که تعمیر شخصی که چند تا غریب دکاندار بود، دکاندارا را هدف قرار دادند. طالبان در حمله‌ای که انجام دادن که شاید خیلی غریب دیده باشن ناکام ماندن. به خاطر از اینکه اگه شما دیده باشین اینا جز از اینکه به مردم عادی آسیب برسانن به جای دیگه این دست نیافتند. بر بنیاد گزارش‌ها بیش از 40 تن در این حملات که 6 ساعت ادامه داشت کشته و زخمی شدند. حملات امروز طالبان در کابل واکنش به علاقه‌مندی‌ها درباره گفتگو و مصالحه با این گروه دانسته می‌شوند. دوباره از کارشناسان با ابراز این مطلب رویداد امروز کابل را پاسخ روشن در برابر خواستار جمهور کرزی و گفتگو با طالبان می‌دانند. در این حال شمار از باشندگان کابل می‌گویند که با حراس افغانان نباید گفتگو شود. جاوید زارجوی این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان گفت که کشورش از گفتگو و مصالحه با طالبان استقبال می‌کند و از برنامه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس لندن نیز حمایت می‌نماید. من دیروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کردم و او روی برنامه‌اش کار می‌کند، اما ما تاکنون آن را به جزئیات بررسی نکرده‌ایم. ما از برنامه او حمایت می‌کنیم. دیروز نیز سخنگوی ریاست جمهوری گفت که در کنفرانس لندن که در اخیر هفته آینده برگزار می‌شود درباره گفتگو و مصالحه با طالبان جدی بحث خواهد شد. در این اواخر حذف نام شماری از سران طالبان و شمول ملا محمد عمر رهبر این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و سهم دادن طالبان در تشکیل حکومت است و گفته می‌شود که این طرح در کنفرانس لندن نهایی خواهد شد. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی هدف این عمل طالبان را واکنش این گروه در آستانه برگزاری نشست لندن می‌دانند. طالب‌ها یا مخالفین دولت اسلامی افغانستان نشان دادند که با چه قوتی می‌توانند خواسته باشند عملیات می‌کنند. با این حال شمار از شهروندان کابل می‌گویند که ریختن خون می‌زنند نباید گفتگو شود و این گونه افراد نباید در تشکیل حکومت سهیم شوند. این هر کشتی که باشه دولت مزرق تمام شود، انسان بکشه، انفجارات بته، انتحاری کنه، او قطعا جایی در افغانستان نیست. این خونخواره این مردمی که در این کشور میاره این برای افغانستان هیچ فایده ای نداره. آوردن از اینا با سودی هم نمیشه و گفته هم نمیتونیم که یا قانونی هم شون یا با مذاکره یا زود یا بیاین. یک از برنامه‌های کاری حامد کرزی در حکومت جدیدش گفتگو با مخالفان